شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در این روز مبارک، در روز عرفه قرار داریم، روزی که میعادگاه مؤمنان است، روزی که بزرگترین روز در بین روزهای سال، روزی پر از فیض و برکت، روزی که در آنجا ایمان، تقوا، پرهیزگاری، اطاعت از الله، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تجلی می کند. عرفات یا عرفه مرکز بزرگی سرشار از خیر و ایمان و تقوا و پرهیزگاری است. عرفه برای ما درس‌های بزرگی دارد، درس‌هایی از تقوا، از توحید، از یکتاپرستی، از اطاعت از الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرفات جایی است که خاطره بزرگی در تاریخ اسلام در این روز مبارک درج شده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دینتان را بر شما کامل کردیم، امروز نعمتمان را بر شما تمام گردانیدیم، امروز اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین برای شما پسندیدیم. بعد از این هیچ آیه حلال و حرام دیگری نازل نشد. وقتی که این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد از آن دیگر امر و نهی در قرآن کریم نازل نشد که فلان چیز حلال است، فلان چیز حرام است، فلان کار را بکنید، فلان کار را نکنید، چون دین تکمیل شده بود. طارق ابن شهاب روایت می کند که مرد یهودی نزد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آمد، گفت ای امیرالمومنین، شما آیه‌ای را در کتابتان دارید که اگر بر یهودیان نازل می شد این روز رو جشن می گرفتن، این روز رو تبدیل می کردن به عید. حضرت عمر فرمود کدام آیه؟ گفت آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. سیدنا عمر امیر مومنان رضی الله تعالی عنه فرمودند که به خدا سوگند من دقیقاً میدانم که این آیه در چه روزی و در چه ساعتی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، شامگاه روز عرفه که مصادف بود با روز جمعه. الله اکبر. یکی روز مبارک عرفه و دیگر روز مبارک جمعه. شامگاه این روز بود قبل از اینکه حجاج بیت الله الحرام به طرف مزدلفه حرکت بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی کوه عرفه بنابر روایتی بر تخت سنگی قرار گرفتن و این آیه مبارک رو تلاوت کردن، الیوم اکملت لکم دینکم. علامه ابن عبدالبر رحمه الله میگوید که این دلالت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه عبادت رو انجام دادن و صحابه و پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل بزرگ که یکی از رکنهای اساسی حج است، الحج و عرفه، اگر عرفه انجام ندادید همه مراسم حج رو شما اگر به درستی 100% انجام بدید حجتان قبول نمی شود، الا اینکه وقوف عرفه و ایستادن در عرفه تا نماز مغرب رو شما به پایه تکمیل برسانید. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما من یوم اکثر من
ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. روزی بزرگتر و بیشتر از این روز نیست که الله سبحانه و تعالی بندگان زیادی را از آتش دوزخ نجات بدهد و وارد بهشت بکند از روز عرفه. یعنی در این روز بیشترین تعداد بندگان نجات پیدا می کنند به خاطر توبهشان، به خاطر استغفارشان، به خاطر عمل صالحی که در زمان و مکان مبارک انجام دادند. و انه لیدنو ثم یباهی الملائکة فیقول ما اراد هؤلاء. الله سبحانه و تعالی در این روز مبارک نزدیک می شود، چنان که لایق شأن و عظمت الله سبحانه و تعالی است به بندگانش، و از ملائکه می پرسد و الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است که این بندگانم چه می خواهند. اینجاست که علامه ابن عبدالبر رحمه الله میگوید که این دلالت می کند که این انسانها بخشیده می شوند، زیرا الله متعال ممکن نیست به کسانی فخر بکند که اهل گناه و خطا باشند، الله اکبر، مگر بعد از اینکه توبه کرده باشند و الله آنها را بخشیده باشد. و از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که می‌فرماید ان الله عز وجل یباهی ملائکته عشیة عرفه یقول عبادی اعطونی شعثا غبرا. میگه ببینید بندگان من که چگونه ژولیده و غبارآلود به سوی من آمدند و مغفرت من را میخواهند. به خاطر همین میگه که شاهد باشید که همه آنها را بخشیدم. این روز روز مبارکی است، روزی که در آنجا الله سبحانه و تعالی فیوزات خود را، رحمت خود را، مغفرت خود را شامل حال تعداد زیادی از بندگان نیک و صالح خود می کند. یکی از درس‌های بزرگ حج این است که طرف از مالش، از راحتیش، از آسایشش، از همه چیز خودش میگذره، با یک پارچه‌ای که در اصل مانند کفن است، میاد در یک سرزمین خشک بی آب و علف، هوای گرم. شما تصور بکنید الان این روز درجه حرارت در مشاعر مقدسه شاید چیزی در حدود 40-45 درجه باشد. در آن آفتاب سوزان رئیس جمهور هست، وزیر هست، انسان‌های میلیاردر و میلیونر هست، تجار هستند، پروفسورها، اساتید، معلمین، از هر طبقه جامعه، انسان‌هایی که در ناز و نعمت میتونستن در خونه زیر کولر الان کیف خودشون رو بکنن، اما ببینید که همه اینا رو رها کردن اومدن در این میدان. نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده تقواست، پرهیزگاری است، خدا ترسی است، اطاعت از الله و رسول است، ندای الله را لبیک گفتن است. شعارشون چیست؟ لبیک اللهم لبیک، بارالله در خدمت حاضرم، لبیک لا شریک لک لبیک، بارالله هیچ شریکی تو نداری، هیچ مثل مانندی نداری. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، همه ستایش ها، سپاس، رزق، روزی، ملک و پادشاهی، همه چیز از آن توست و از طرف توست. این بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی در این روز خجسته و مبارک در صحرای عرفات جمع میشن. هر گوشه این صحرا رو که ببینید، تصاویر رو اگر مشاهده بکنید، در هر گوشه میبینی یکی دست دعا بلند کرده، با یکی به زبان حال خودش با الله سبحانه و تعالی راز و نیاز میکنه. چینی رو میبینی، ژاپنی رو میبینی، آمریکایی رو میبینی، روسی رو میبینی، اروپایی رو میبینی، عرب رو میبینی، افغانی، هندی، پاکستانی، ازبک، ترکمن، هزاره، از هر قوم و نژادی که شما در دنیا تصور بکنی در اونجا وجود دارن. همه شعارشون یک شعار است: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دعای همه چی است؟ پروردگارا ما را ببخش. دعای همه چی است؟ پروردگارا از سر تقصیرات ما بگذر.
اشک همه جاری است. به خاطر چی؟ طلب مغفرت و رحمت الله سبحانه و تعالی. که انه این چند میلیون انسانی که در این صحرا جمع شدن، همه با یک صدا، اما با زبانهای مختلف، با الفاظ مختلف، فقط از خداوند سبحانه و تعالی چی میخواهند؟ رحمت میخواهند، مغفرت میخواهند، رهایی از عذاب جهنم میخواهند. این روز روزی است که حالا در کتاب‌ها، در تواریخ مسائل زیادی در این مورد ذکر شده که روز ملاقات آدم و حوا علیهم السلام در این منطقه است یا روایت‌های دیگر. اما آنچه که مهم است این تجمع بزرگ میلیون ها نفر از انسان هایی است که در اینجا جمع شدن و دعا میکنن. دعای روز عرفه رو هیچ وقت فراموش نکنید. چه در بین حجاج بیت الله الحرام در اونجا هستید، چه در خانه خود، در کشور خود هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعای روز عرفه است. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، و بهترین چیزی که من و پیامبران قبل از من در این روز ذکر کردیم و گفتیم این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. الله اکبر. دعای به این بزرگی، این دعا رو هیچ وقت فراموش نکنید. بعضیا در هنگام دعا کردن به فکر رزق و روزی و زن و اولاد و فلان و مال و منال دنیا هستن، اما دعایی رو فراموش میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن، پیامبران الهی قبل از ایشان این ذکر و دعا رو میگفتن. شاید خواندن این دعا و یقینا خواندن این دعا سبب برکت در عمر تو، در رزق تو، در فرزندان تو، در همسران تو، در همه زندگی تو شود. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک. نیست هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش غیر از الله سبحانه و تعالی. لا شریک له، هیچ شریک و مثل و مانندی ندارد. له الملک، ملک و پادشاهی از آن اوست. و له الحمد، حمد و ثنا و ستایش خاص و ویژه اوست. و هو علی کل شیء قدیر، و هو بر هر چیز قادر و تواناست. الله اکبر. این رو باید انسان در وجود خودش نهادینه بکنه که الله شریک نداره، غیر از الله بر هیچ چیزی قادر نیست، ولو اینکه پیامبر باشه، ولو اینکه ولی باشه، ولو اینکه پیر باشه، ولو اینکه انسان مؤمن و متدین و عالم و به هر مرتبی از مراتب روحی و جسمی رسیده باشه، قادر نیست به عملی، قادر نیست به نفع و ضرری، نه برای خود نه برای دیگران، بلکه تنها الله است که هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی قادر و تواناست. این رو باید انسان در وجود خود چنان نهادینه بکنه که دیگه جرأت نکنه انسان اصلا به غیر خدا فکر بکنه. تصور این که غیر از الله میتونه به من خیری برسانه یا شری رو از من دور بکنه، تصور این هم اشتباه است. چون چنان همه وجود ما رو، ذرات وجود ما رو باید توحید الله سبحانه و تعالی در بر بگیره. و هو علی کل شیء قدیر. این رو همیشه با خودتون تکرار بکنید. و هو علی کل شیء قدیر، و هو علی کل شیء قدیر. شما میدونید قلب های همه بندگان در بین دو انگشتان الله سبحانه و تعالی است. آن انگشتانی که لایق شأن الله سبحانه و تعالی است، نه این مثل انگشتان ما بشر. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو میخوان برای ما بفهمانن که یقلبها کیف یشاء، الله سبحانه و تعالی چطور بخواهد میتواند دلهای انسانها رو بگرداند. بعضی رو ببینید یک ظالم متکبری هست، از او شکایت میبره به پیش کی؟ به یک جادوگر، به یک زیارت، به یک پیر.
که میخواد از شر این خلاص بشه. آیا زیارت و پیر بر قلب اون سیطره دارن؟ آیا ساحر و جادوگر به قلب او سیطره دارن؟ یا الله واحد القهار است که بر قلب او سیطره دارد؟ پس آیا حماقت نیست، جهالت نیست، قدر نشناسی نیست که ما الله متعال که صاحب اختیار همه چیز است، هو علی کل شیء قدیر، هیچ استثناء وجود ندارد، ما او را رها بکنیم که فقط بگه که امر بکنه به قلب اون انسان ظالم که در مقابل فلانی نیکی بکن، بعد ببین که همین انسان ظالمی که در مقابل شما بود تبدیل میشه به یک انسان متقی پرهیزگار در مقابل شما و ظلم و ستم را از سر شما بر میداره. این رو کی میتونه انجام بده؟ غیر از ذات اقدس الهی کسی دیگری همچین سیطره‌ای، همچین تأثیری بر قلب‌های انسان‌ها دارد؟ این موضوع رو باید ما همیشه در زندگی خودمون قبول بکنیم و اجرا بکنیم که کسانی که غیر از الله سبحانه و تعالی باشد، الله متعال در موردشان میفرماید که ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. کسانی که شما آنها را غیر از خدا میخوانید حتی اختیار شفاعت را هم ندارند مگر کسی که به حق و توحید گواهی بدهد. هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه، هیچ کس نمیتونه شما را نجات بده، هیچ کس نمیتونه غم و اندوه و مشکلاتی را از شما دور بکنه مگر ذات اقدس الهی، مگر الله سبحانه و تعالی که از همه آلات ما، از همه وضعیت زندگی ما خبر دارد. پس بزرگترین درسی که ما در روز عرفه میگیریم درس اطاعت از الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. درس زاری و دعا به درگاه الله سبحانه و تعالی است. دعا کردن خیلی مهم هست. بعضی از انسان‌ها همه راه ها رو میرند، همه اسباب رو میگیرند، اما بزرگترین سبب و بزرگترین راه حل همه مشکلات که دعا است رو فراموش میکنن. بعضی انسان‌های مادیگرا فکر میکنن، میگن که خب طرف بدهکار است، حالا دعا کرد یعنی پول میاد از آسمان براش. نه خیر، از آسمان براش پول نمیاد. این به وسیله دعا الله سبحانه و تعالی در قلب انسانهایی که ما حول او هستند تأثیر میگذاره، یا کمک میکنن در بهتر شدن وضعیت زندگی او، یا اینکه در راستای پرداخت قرضش، بدهیش، مشکلاتش با او همکاری میکنن. این رو کی میتونه انجام بده؟ ما نمیگیم که انسان راههای اسباب مادی زندگی رو رها بکنه فقط گوشه مسجد بشینه دعا بکنه. این باطل است، این غلط است. بلکه انسان دعا هم بکنه و زاری هم بکنه، از الله هم حل مشکلاتش رو بخواه و خودش هم حرکت بکنه. لیس للانسان الا ما سعی. شما سعی و تلاشتان رو بکنید، این برکت و این حل مشکلات نهایی خودتان را از الله سبحانه و تعالی هم بخواهید. اینو تعارضی با هم دیگر ندارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که الدعاء هو العباده، دعا کردن عبادت است. و در روایت دیگری می‌فرمایند که دعا مغز عبادت است. دعا کردن رو ما فقط و فقط برای الله سبحانه و تعالی باید انجام بدهیم. ببینید در این لبیک، در شعار حج، یک حرف مهمی رو میخواد در وجود ما این رو قرار بده و این رو در زندگی ما عملی بکنه. این که آمدی اینجا، لباست رو در آوردی، کفن پوشیدی،
از هر آنچه از لذت‌ها و ملذات دنیا داشتی دوری گزیدی، همه مال و منال دنیا رو هم ترک کردی. چون بعضیا که اکثرا کسایی که حج میرفتن حتی تا امروز هم وصیت هم میکردن، چون امکان برگشتنشون فکر میکردن که نیست. من کسی رو شاهد بودم که تاجر بسیار انسان تاجری بود، پولدار و ثروتمندی بود. سبحان الله این انسان وقتی که به مدینه آمده بود قبل از مراسم حج بود، هر روز اینو میدیدم در حرم نشسته داره گریه میکنه. بعد جویای حالش شدم. کسی گفت که خب شاید در وقت خودش مرتکب بعضی اشتباهاتی در زندگی شده، اما روزی که اینجا اومده بعدش دگرگون شده. سبحان الله موسم حج شروع شد و خلاصه رفتن به حج. بعد از حج ارتباطی نتونستم باش برقرار بکنم، از خیشان نزدیکمون بود. از کسی دیگر پرسیدم، گفت این فوت کرد. سبحان الله، یعنی این طرف بنده نیک الله سبحانه و تعالی بود، نحسبه کذالک، که وقتی توبه کرد، وقتی که دعا کرد، وقتی که تقصیرات خودش رو در پیشگاه الله سبحانه و تعالی کشید و اعتراف کرد، الله سبحانه و تعالی توبهش رو قبول کرد. تصور ما اینطوری است که انشاءالله اینطوری است و نخواست که بعد از این آلوده بشه در این دنیا، چون از درون این اخلاص و این پاکی او رو دید، به خاطر همون به طرف خودش کشند. اخلاص در عبادت، اخلاص در دعا، اینها رکن اساسی قبولی عبادت و دعای ما می باشد. دعا عبادت است، پس غیر از الله سبحانه و تعالی رو نباید در دعا خواند. ما دوبار در این تلبیه میگیم لا شریک لک، هر شریک و مثل مانندی رو از الله نفی میکنیم. عبادت بزرگی که انجام میدهیم که مغز عبادت محسوب میشد دعاست. بعضی فکر میکنن که بگی یا الله به دادم برس، اوکی این دعاست. اما اگر گفتی که یا خواجه فلانی یا امام فلانی یا پیر فلانی فلان مشکل من رو حل بکن، اشکال ندارد، چون که تو اون رو واسطه قرار دادی پیش خداوند، از اون که مستقیم نخواستی. حالا متاسفانه بعضی از مشرکین به حد رسیدن که میگن ما مستقیم از خود پیرمون میخوایم، مستقیم از خود امام میخوایم. ببینید در اینجا وقتی میگه لا شریک لک یعنی چی؟ هیچ وسیله‌ای، هیچ واسطه‌ای، هیچ چیزی وجود ندارد، مستقیم. الله سبحانه و تعالی در جواب سؤال صحابه که پرسیدن که یا رسول الله ما این خدا رو چطوری بخوانیم؟ دور است داد بزنیم؟ نزدیک است یواش بگیم؟ کجاست؟ یعنی چطور حرف ما رو میشنوه؟ الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه رو نازل میکنه و اذا سألوک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ای محمد، اگر بندگان من از تو در مورد من میپرسند، ببینید اذا سألوک عنی فانی، نمیگه قل، در حالی که عادتا در همه جاهای قرآن شما ببینید یسألونک عن المحیض، قل ای محمد بگو. یسألونک عن الاهله، قل ای محمد بگو. اما در اینجا چرا نمیگه که ای محمد بگو من نزدیکم؟ اینجا که حکمتی وجود دارد در اینجا. این حکمت چی است که درخواستن در دعا کردن حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیشه که واسطه و وسیله باشه. مستقیما تو از پروردگارت میخوایی. نگفت که ای محمد اذا سألوک عبادی عنی قل فانی قریب، بدون قل فانی قریب. یعنی حتی توی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم در بین من و بنده هم قرار نداری،
من مستقیم به بندم میگم که فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وقتی که یک دعوتگری، یک کسی دعا کننده ای دعا میکنه، دعای او را اجابت میکنم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا شما را اجابت بکنم. دعا کردن بزرگترین عبادتی است که یک انسان مؤمن و مسلمان میتواند انجام بدهد. چه بسیارند انسانهایی که به وسیله دعا در مقابل بزرگترین و شرورترین ظالمین و مستبدین دنیا کامیاب شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکر رو می آوردن، صحابه رو می آوردن، آرایش جنگی رو چک می کردن، همه چیز رو مرتب و منظم انجام می دادن، پیاده، سواره، سلاح، راست، چپ، همه مرتب. همه که آماده جهاد می شدن، همه اسباب رو مهیا می کردن، بعد خودشون می رفتن در یک مکان خاص و ویژه‌ای که برای ایشان در نظر گرفته شده بود. مثلا در غزوه بدر در منطقه عریش یک جایی رو سایبانی درست کرده بودن که فعلا در اونجا مسجدی است. در غزوه خندق در مسجد که به نام مسجد فتح، فعلا از جایی که در اونجا پیامبر صلی الله علیه و آله دعا می‌کردن، خودشون میرفتن دعا می‌کردن. تو لشکر دنیاییت را آماده بکن، اسباب دنیاییت را آماده بکن، پول تو، زور تو، قدرت تو، وکیل تو، همه چیز تو آماده بکن و قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی و جنود و سربازان الهی رو، ملائکه و فرشتگان رو فراموش نکن. از اونها هم برای موفقیت و کامیابی و حل مشکلاتت کمک بگیر. اینا با هم میتونن این مشکلات را حل بکنن. یقین کامل داشته باش که همه مشکلات و سختی ها رو الله سبحانه و تعالی با یک کن فیکون میتواند حل بکند. پس فقط و فقط در روزها و ساعات مبارکی که الله سبحانه و تعالی و مواقع استجابت دعاست، دعا رو فراموش نکنید. روز عرفه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در طول سال یک فرصت استثنایی است، چه برای تویی که در حج هستی، چه برای کسانی که به این عبادت بزرگ مشرف نشدن و امروز در خانه ها نشستند. روزه گرفتن در این روز یکی از عبادت‌های بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. و دعا کردن، تلاوت قرآن و عبادت‌هایی که مشروع است انجام دادنش در این روز، همه اینا خالی از اجر و ثواب نخواهد بود، خاصتا لحظات استجابت دعا رو که نزدیک غروب آفتاب خواهد بود. دستانتان رو به طرف الله سبحانه و تعالی دراز بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که وقتی بنده ای دستش رو بلند میکنه از الله چیزی میخواد، الله متعال حیاش میاد که دست اون رو خالی بفرسته. امروز شما با پول و ثروتتون، با ماشینتون، یک گدایی میاد دم ماشین از شما یک چیزی میخواد، خجالت میکشید که اونو دست خالی بفرستید. ولله مثل الاعلی. الله سبحانه و تعالی هم خجالت میکشه که بنده خودش رو دست خالی بفرسته. پس دعا رو فراموش نکنید. دعا عبادت است، دعا مغز عبادت است. از الله سبحانه و تعالی بخواید آنچه که دوست دارید، الله از الله بخواید. همتتون رو بالا بگیرید. صحابی آمد خدمت رسول الله، عمل نیکی انجام داده بود، پیامبر فرمودن که از من یک چیزی بخواد. تصور بکن اگر من و شما جای بودیم چی می‌خواستیم؟ شاید مثلا حالا شمشیری، نیزه. امروز بعضی ببینید پیش کسانی میرن حالا یک انگشتری، شالی، پولی، چیزی میخوان. گفت یا رسول الله اريد مرافقتك فی الجنه، میخوام رفیقت باشم در بهشت. الله اکبر. همت رو ببینید. همتتون همت صحابه پیامبر باشه، همتتون مثل همت رسول الله باشه. در سخت‌ترین وضعیت کلنگ میزنه میگه که قصرهای ایران رو به من دادن، قصرهای فارس رو به من دادن، قصرهای یمن رو به ما دادن. منافقین میخندیدن میگفتن این نگاه کن، ما از ترس نمیتونیم از خونه‌مون بریم بیرون، این میگه که قصرهای شام و فارس رو به تو دادند. در ظرف 10-15 سال همه اینا رو به مسلمان ها دادن. پس همتتون رو بالا بگیرید، از الله سبحانه و تعالی چیزای بزرگ بخواید.
در پیشگاه ذاتی هستید که اختیار همه دنیا و ما فیها، همه کائنات و مخلوقات، همه کهکشان ها در دست اوست، تا که میتونید همتتون رو بالا بگیرید و در پیشگاه الله سبحانه و تعالی راز و نیاز بکنید. به اصطلاح در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بنده چاپلوس باشید. چاپلوسی در مقابل بشر امری است مذموم، خوب نیست، اما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی تا اندازه‌ای که انسان میتواند خود را خوار بکند، ذلیل بکند، خود را محتاج الله سبحانه و تعالی جلوه بدهد، از فضل و عظمت و کرم الله متعال بگوید، از او بخواهد، بزرگترین چیزها رو بخواهد، از الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس بخواهد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی در این روز مبارک دعای من و شما و تک تک مسلمانان را، چه آن برادران و خواهران عزیزمان که در سرزمین وحی هستند و چه کسانی که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو نصیبشان نکرده که مشرف بشن، دعای ما، گریه ها و زاری های ما را به درگاه خودش بپذیرد. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك